سلام فرزندان تتلیتی ام. این کانال مال تتلیتی هست. اینجا میشه با خیال راحت گفت سلام تتلیتی ها، روز و شبتون بخیر، حالتون چطوره؟ بریم با هم آهنگ من 4 رو گوش بکنیم. قبلش اگه ویدیوی من رو دوست داری این کانال رو ساب بکنید، لایک این ویدیو یادتون نره و این زنگوله. بچه ها این کانال من صرفا به خاطر تتلیتی ها زدم. اولا که خب خودتون میدونید که تمام آهنگای تتلو کپی رایت داره و عملا هیچ درآمدی نداره این آهنگا. به خاطر درآمدش نیستش که میذارم، به خاطر اینکه واقعا تعداد آهنگای تتلو که توی اون یکی کانالم میخواستین انقدر زیاد بود که من اونجا بعد همش تتلو میذاشتم. بعد تازه هر دفعه تتلو میذارم کلی هم فوش میخورم. طرف گشته این کانالم پیدا کرده، اومده زیر آهنگ منوسه نوشته خفه شو هرزه. اصلا در این حد مردم عجیب و غریبن. بعد گفتم که پس یه کانال بذارم که اونجا فقط تتلو بذارم و تعداد آهنگایی از تتلو که من تا حالا نشنیدم خیلی زیاده، مثل همین من 4. دیشب من 3 رو با هم دیگه گوش کردیم، امروز میخوایم من 4 رو با هم دیگه بشنویم. اولین باری که من دارم میشنوم. برو بریم. خب کاور فوتو طبق معمول چیز داره، تک چشم داره. توی تمام این کاور فوتو این تک چشمه هست و من دوست دارم که این تک چشم رو به فراماسونری و این داستانا ربط بدم. دمیر چی من آخرش هم میفهمم تو یکی از این اعضای ارشد فراماسونری ها هستی. خب اون که اینجوری کرده مثل یه آدمی که وحشت زده، مثلا آدم وحشت زده میشه، مثلا اینجوری یه جا میکوبونه اینو دو دستا اون وسط هم که تک چشمه و دور برش هم دوباره یه عالمه چشمه و من همیشه احساس می‌کنم که حالا این تک چشم حالا به غیر از اون جریان فراماسونری توی آهنگای تتلو میخواد بگه که همیشه یه چشمایی هستن که مراقب تمام مثلا حرکات و همه چیز هستش توی آهنگای تتلو. شاید یا میخواد که من مراقب شما هستم دارم میبینمتون، یه عالمه آدمی که اون پشت وایسادن و تتلو و یه عالمه در و داف. این چیزه پسره چی بودش؟ دنبیلزریان، تریپ دنبیلزریانیه. 7 8 حقیقت هدف، اونام که 1 1 2 2 اینا اون پایین. همیشه کاور فوتوها سرشار از داستانهای جالبه. آقا این کانال رو به دوستانتون به تتلیتی ها معرفی کنید، ساب کنید، زیاد چیم نمیدونم میخواید اصلا زاد و ولد کنید، خلاصه هر کاری میکنیم بکنید، حمایت بکنید کانال زیاد چیم. میخوام براتون کلی ویدیوی باحال از تتلو بذارم، یعنی غیر از آهنگ. 1 1 2 2 منفور 8. چه صدای بمی. خیلی این صدا رو دخترها میپسندن، از اون صدای فوق سکسی. دیدیم پسرها میخوان وایس بذارن واسه که بیبی حالا چطوره، از اون صدا سکسی ها بود. منفور 8 گفت منفور 8. میتونم ازش 3 تا معنی در بیارم. منفور 8، من انسان، فور برای 8، منفور اسم آهنگ من 4 و یه جورایی منفور مثل منفور. حالا شاید خودش منظورش اصلا این چیزا نبوده، ما به زور یه چیزایی رو ربط میدیم به هم دیگه. ولی کلن بچه ها اینو یادتون باشه که اثر هنری اینجوریه که هر مخاطبی بنا به حس و حال و دریافت‌های خودش یه معنی براش میسازه. هیچ اثر هنری یه معنی مطلق نداره، ما میتونیم براش هزاران معنی به تعداد انسان‌ها معنی بسازیم. من اینو برداشت کردم. 1 1 2 2 منفور 8. حواستون به من 4. آخه کری پسرها میذارن واسه کست خوب دامت تو زندگی ننتن دادن کست کنداد هنوز. چه شروع طوفانی داشت. او بذار یه دقیقه آهنگ شروع بشه، هنوز شروع نشده قشنگ شوک و وارد کرد و چقدر شبیه می کاور فوتوه بودش داستانی که شروع کرد. داداش نه تنها پسرها برای چیز خوب دام میذارن، دیگه الان دخترم برای چیز خوب پسرها دام میذارن، یعنی خیلی اوضاع خیته. و گفتش که زندگی مامانت هم دادن تکون داد، پول تو دادن انگار. دارن واسه کست خوب دامت تا زندگی ننتن دادن کست کنداد هنوز. عشقا فقط زیر شلوار منو بالا بردن حتی استخونام. فقط
تنفر حس و حالم به همه میگی آدم. دارم تقلب میکنم اون پایین، لیریکس هم نگاه میکنم. گفتش که فقط تنفر حس و حالم به همه و این تنفر رو کاملا از صداش دریافت میکنی. صداش خیلی بمه و مثل صدای کسیه که انگار تازه از خواب بیدار شده یا مثلا 10 تا سیگار برگ کشیده بعد رفته پشت میکروفون شروع کرده به خوندن. ولی این حس تنفر، دیدی مثلا آدم متنفر باشه از یه چیزی با بی‌حوصلگی و اینا، با یه حس منفی بیانش میکنه و تو دقیقا این حس رو میگیری. تتلو جزو کسایی که خیلی خوب حس و حالو از توی کلماتش به انسان منتقل میکنه و استاد دیگه این کار علی سورناه. یعنی واقعا وقتی میشنوی مثلا میتونی تجسم بکنی اینقدر که اون کلمه حس داره. تو استخونام فقط تنفر حس و حالم به همه میگی آدم دورم زیاده آدم انه تا صدای گوشنواز ویولون کسرا. میخواستم بگم کسرا چون دقیقا این صدای کسرا، ولی نگاه کردم مطمئن شم واقعا این صدای ویولون کسرا و انگار کسرا از بند رفته بیرون. خیلی حیف چون واقعا کسرا جادویی میزنه. امیدوارم که برگرده به بند. حس و حالم به همه میگی آدم دورم زیاده آدم انه تا میخواستم یکم موج بگیرم دیدم که چسبیده بازم به بالم یکنه. داره در مورد آدمایی دور و برش میگه که خودش همیشه بهشون میگفت چی؟ میگفت دزد انرژی و واقعا چقدر از این آدمای سمی تو زندگی هممون زیادن. من یکیشونو 1 ماه پیش کنار گذاشتم، یعنی سم چکه میگردن اینجوری ازش. واقعا همه اعصاب و روان و همه چیزو میدزدن و میگه که هر وقت من خواستم اوج بگیرم پیشرفت بکنم یکی از این آدم سمیات دست و پای منو بستش. و میگه با اینکه دور و برم خیلی آدم زیاده ولی هیچ کدومشون آدم به درد بخور نیستن. یه زمانی یادم خیلی همیشه خونش شلوغ بود، یه عالم آدم بودن، مفخور، جماعت هم دیگه ریخته بودن اونجا پارتی بکنن و خدا رو شکر که اون جماعت رو از خونش انداخت بیرون چون اصلا به نظر من واقعا این آدم ها خیلی بهش ضربه میزنن. تا میخواستم یکم موج بگیرم دیدم که چسبیده بازم به بالم یکنه. من و یه چیز جالبی گفتش که چسبیده به بالم یکنه. ببین یه تشبیه میکنه به یه پرنده‌ای که بال داره و کنه، یه موجود خیلی کوچولوییه دیگه، ولی داره میگه حتی همون موجود کوچیک اون کنهه میتونه جلوی پرواز تو رو بگیره. یعنی اینقدر یه آدم منفی میتونه خطرناک باشه. این یه درس خیلی خوبی بودش. کلا تتلو سیستم سعدیه تو آهنگاش، سعی میکنه همیشه به تو یه درسی بده. بگیرم دیدم که چسبیده بازم به بالم یکنه. من ضد ضربم دیگه بگو بازم بزنه. خودکارم هم پشیمونه میخواد اون که نوشته رو کاغذ بکنه. صداش خیلی گرفته است. نمیدونم خودش میخواسته با این حس و حال بخونه یا اینکه مثلا اون موقع صداش آماده نبوده یا مثلا سیگار خیلی کشیده بوده. نمیدونم کدوم از ایناست، ولی من صدای قدیمی تتلو رو مثلا تو آلبوم 70ش واقعا دوست دارم، یا صداش تو آهنگ من باهات قهرم. وای اصلا عاشق اون صدام، خیلی اون صدا. آهنگ جدیدش هم صداش دوباره داره برمیگرده به همون صدای قبلی. اگر دقت کرده باشین لایک کردی ویدیوی منو یا نه؟ لایک کن بی فانوس، لایک کن، ما اینجا داریم زحمت میکشیم. خودکارم هم پشیمونه میخواد اون که نوشته رو کاغذ بکنه. رفقا لاشخور و رزل بقیه هم یا آدم فروش یا آشخور و وصل. معلومه خیلی از آدمای دور و برش شاکی بوده وقتی داشته اینو مینوشته. یا آویزون و عوضی همین که وصلن، یعنی هیچ کدوم آدم درست حسابی نیستن. خودش من فکر کنم تتلو یه عده انسان فوق حرفه‌ای دور و برش لازم داره، یعنی در حد اسم خودش، چون خودش اسم و وزنه سنگینیه توی موزیک فارسی و آدمای دور و برش خودش هیچ کدوم در سطحش نیستن. از مدیر، برنامه و نمیدونم کنسرت گذار و چی بگیر تا حتی خیلی از نوازنده هاش.
و امیدوارم که این آدمای حرفه‌ای و دور خودش بیاره، چون واقعا مثلا اسم تتلو در حدی که میتونه اسپانسر خیلی بزرگی بگیره. خب خود آرتیست که نباید راه بیفته بره اسپانسر بگیره، این کار مدیر برنامه است، ولی چون هیچ وقت مدیر برنامه حرفه‌ای نداشته، هیچ وقت مثلا تو کنسرت نتونسته یه برند بزرگ اسپانسرش بشه و امیدوارم که واقعا اتفاق بیفته. رفقا لاشخور و رزل، بقیه هم یا آدم فروش یا آشخور و وصل. هر کیو بیاری بالا میشه شاخ بر خودت، میگی بهش نمیدادم کاش تو رو ده. چه جمله جالبی گفتش که آدمایی که خودت بهشون درس میدی، خودت میاری بالا، بعدا واسه خودت شاخ میشن. و چقدر این اتفاق تقریبا برای هممون میفته، یعنی با هر کی حرف بزنی میبینی یه نفر واسه خودش شاخ کرده. خواهد اینجا هم به تو بگه که آدمایی رو انتخاب کن برای بالا آوردن که واقعا هم سطح خودت باشن. یعنی میدونی درستش این که با هم دیگه بیاین بالا، نه اینکه یا تو اینقدر خودتو مجبورشی کوتاه بکنی که به یکی دیگه برسی، یا اینکه اینقدر زور بزنی که یکی رو بکشی بالا بعد طرف از خودت شاخ بشه. میخوای ایراد بگیری ولی ایرادی نی، میخوای ریشه بزنی ببینی نادینی، میخوای نباشیم از سن ازت بس که جلویم ولی همه تهش همون ایرانی. جالب بود اینجا. واسه داره آدمایی میگه که کارشون زیرآبزنیه، خودش نمیتونه پیشرفت کنه، میخواد تو رو بکشه پایین و میگه که تهش هممون ایرانیم. ببین میتونی 2 تا برداشت داشته باشی، یا داره میگه که دیگه تهش این کار مثلا ایرانی بازیه، یعنی ما ایرانی ها هممون این ذات خرابه رو توی وجودمون داریم، تهش ایران. یا میتونه بگه آقا هممون ایرانیم، هموطنیم، به هم دیگه رحم بکنیم، چرا با هم دیگه این کار میکنیم. من این 2 تا داستان متفاوت رو ازش برداشت میکنم، فکر میکنم یه همچین ایهامی داشت. جالب بود. ما سری خوابا واسه ایران دیدیم، همه جون کف دست واسه ایران میدیم. چه قشنگ بود اینجا. یه دقیقه برگردیم عقب. ما یه سری خوابا واسه ایران دیدیم، واسه ایران دیدیم، همه جون کف دست واسه ایران میدیم. این آهنگ جدیدش هم که مادر فلان، میدونم که یه آهنگ خیلی سیاسی و در مورد ایران و مثل که اتفاقات سال گذشته است. خیلی من اشتیاق دارم زودتر بیاد، نمیدونم امروز فردا باید بیاد این آهنگ. و میگه که جونمونم کف دستمون واسه ایران میدیم. همه یه مش بیکار ریدیم، میگی جبران میکنم این بار ولی دیگه این باری نی. این بازی مال بزرگاست، من یک، من تو، من سه و ارگاس باس. چقدر جالب بود. من یک، من دو، من سه و ارگاسم. یعنی این که من 1 2 3 این من 4 دیگه تهش بود، یعنی ته رضایت، ته چیز عالی دیگه از این من 4 خودش یا شنونده به ارگاسم لذت میرسه. این به نظرم خیلی جالب بودش این کلمه‌ای که گفت. ولی تا اینجای آهنگ که 1 دقیقه و نیمش گذشته، من فکر میکنم که منسه خیلی قشنگ تر بود. و چیزی که خودش گفت یه بار، گفتش که یکی از بهترین کارهای من، یعنی گفت بهترین کار من منسه. حالا بریم تا ته ببینیم که منسه بهتر بودش یا من 4 که میگه ارگاسم. بزرگاست، من یک، من تو، من سه و ارگاس باس. یه جوری خوب رو کنی که بکنه کیره حتی شد تو راست. یعنی من فقط یه ویدیو درست کنم از اصطلاحات و فوشایی که امیر تتلو خودش اختراع کرده. یعنی یه اصطلاحاتی من به عمرم نشنیده بودم. فلان شتر راست، یعنی خر همه شنیده بودیم، شتر ستونم، شتر حال بود. من از این بازی خستم. چقدر صدا گرفته. نه هر جوری فکر میکنم انگار که واقعا میخواسته این حس رو منتقل بکنه، چون حداقل تو ملودای مثلا میتونن یه ذره اینو ادیتش بکنن، ولی واقعا احساس میکنم میخواد خستگی و دلزدگی و اینا رو منتقل بکنه. من یه بسم، من یه عمر تنهایی هستم. این یه عمر تنهایی هستم. هم میتونه بگه که 1 عمره که تنهام و
میگفت خیلی دور برم آدمه ولی آدم انه، یا اینکه یک عمر من خودم اصلا معنی و مفهوم کلمه تنهاییم، من خود تنهاییم. چقدر ایهام داشت. اگه خیلی پاز میزنم بچه خداییش چیزی نیستش که همینجوری راحت ازش رد بشیم. حالا شما که اینا رو همه رو جویدین حفظین، ولی من خیلی دوست دارم که بگم بعد اصلا شما هم در موردش نظر بدین. واقعا آهنگ پیچیده‌ایه، یعنی آهنگیه که اصلا می‌بینیم پر از ایهامه، قشنگه. اما من یه خستم، من از اون بازی خستم، من یه بستم. و داره با فاصله میخونه، یعنی که احتمالا یه فکر کنم 2 تا صدا دیگه اون زیر داره میاد، یعنی مثلا 3 بار ضبط میکنن بعد اون ستاره که میندازن رو هم یه فاصله ایجاد میشه دیگه. یعنی اینکه خواسته این حس خستگی و اینو خیلی بیشتر منتقل بکنه، تک صدا نیست. میبینی من یه عمر تنهایی هستم، اما من یه خستم. فکر کنم جا داشت اینجا یه صداشو ببره بالا، یعنی حالا اون 2 تا فاصله اون صدایی که اون زیر داریم میشنویم یه دونه رو میبرد بالا، به نظرم خیلی تاثیرگذارتر میشد. بعضی وقتا همه هستن، همه چی هست، حتی اونی که دوستش داری، اما همونا که دوستشون داری کم میذارن برات. چقدر این قسمتش آدمو یاده اون نریشن توی چیز میندازه، من باهات قرار میگفت بعضی وقتا همه چی هست بجز اونی که باید باشه. مثلا یه بچه‌ای که اسباب بازی هم هست ولی کسی نیست که با همون اسباب بازی باش بازی بکنه. اینجا هم حالا همون دقیقاً اونو داره میگه در مورد یه آدمی که باید دوستت داشته باشه. جالب بود. دوستش داری اما همونا که دوستشون داری کم میذارن برات، کم میبیننت. همین کم دیدنه همون خوب کردنه است، همون خوب شدنه همون از دست رفتنه است، و همون از دست رفتنه همون حذفه که کی برمیام همونایی که دوستشون داری. اینجا دقیقاً داره در مورد این رابطه‌های نصف نیمه حرف میزنه که توش بلا تکلیفی یا طرف اصلا معلوم نیستش که رابطه جدیه جدی نیست، یا اینکه یه رابطه‌ای که فکر می‌کنی جدیه ولی طرف نه برات وقت میذاره نه واسط انرژی میذاره و در یه بلا تکلیفی نگهت میداره. که کی برمیام همونایی که دوستشون داری. تا اینجا آهنگ بعد 2 دقیقه و 53 ثانیه گذشته، هنوز 7 دقیقه دیگه مونده، آهنگ 9 دقیقه و 40 ثانیه. تا اینجا آهنگ چیزی که برداشت کردم همش داره در مورد روابط انسانی و روابط خصوصی و حالا یا روابط دوستانه و اینا داره میگه که چقدر میتونه تو زندگی آدم تاثیر بذاره، میتونه تو رو بالا ببره، میتونه وقتی داری میری بالا تو رو بکشه پایین، یا میتونه حالتو بد بکنه خوب بکنه. منس همش خیلی اجتماعی بود، در مورد تربیت، سیستم تربیتی خانواده، اجتماع، کلا خیلی اجتماعی بود. ولی این خیلی در مورد روابط فردی داره حرف میزنه تو من 4 و همچنان تا اینجا میگم من منسه رو خیلی بیشتر دوست دارم. بریم ادامش. من وسط یه مشمغز داغون که میزان چرکیشون رسیده به مرز تا اون. تو چی میزنی مزه لیمون، چرز منو میکنیم فقط مزه با خون. سلامتی تو چطور اینجا دیگه لاتیشو پر کرد، میگه که شما با لیمو میزنین مزه‌تون لیموه ولی ما مزه‌مون خونه. خیلی گنگش بالاست. فهمیدی که چی شدی؟ من اصلا ساخته بودم که روبانشو خود کسخلت بیای قیچی کنی. تو کلی رنگ باهات بودش ولی فقط خواستی مشکی کنی. برو مشتی تو نزن اصلا حرف. اینجا هم دقیقاً داره میگه واسه یکی همه وقت و انرژی و احساسمو گذاشتم، گفت روبانشو گذاشته بودم که خودت به قیچی بکنی، که یه آدم خوبی ساختم که تو بیای مال تو باشه، وقتی قیچی بکنی افتتاح بکنی یعنی مال تو باشه. و میگه کلی رنگ داشتی ولی رنگ مشکی و رنگ غم رو انتخاب کردی. تو کلی رنگ باهات بودش ولی فقط خواستی مشکی کنی. برو مشتی تو نزن اصلا حرف عشق بخوری. تو همش فرکانسمو زشت میکنی. فرکانسمو زشت میکنی، این کلمه فرکانس هم از کلمات مورد علاقهش هست. انرژی، فرکانس.
همون آدمایی که میگفت دزد انرژی هم فرکانسای بد میدن. چه تو هم زخم میکنی هم روشو چنگ میزنی یا بعدش هم عشق میکنی؟ خوب کجا بود تو انقدر بدی که چشم میخوری؟ خیلی استرای باحالی بود میگه انقدر بدی چشم میخوری، همه از خوب بودن و خوشگل بودن و مثلا نایس بودن چشم میخوره، میگه تو انقدر بدی از بد بودن چشم میخوری. اینم خیلی باحال بود. چشم میکنی خوب کجا بود تو انقدر بدی که چشم میخوری؟ ما همونجا باز تو رفتی چرخ قشنگی زدی، شما خدافزی نکنی بری سنگین تری، نشد تا شروع کنی توی فاز غمگین نری، نشد. طرف دیگه در بد بودن کم نذاشته، گفتش که از بدی چشم میخوری. میگه که کلن که گفت من سر جام بودم تو رفتی دوراتو زدی و بگه هر وقتم شروع میکنی فقط چسناله‌ای داری، غم و از غم و بدبختی و اینا میگی. یعنی من مطمئنم یه نفر پس ذهنش بوده وقتی داشته این لیریکس رو مینوشته که طرف دیگه واقعا همه جوری رو اعصاب و روانش رفته، ولی خشم نداره. مثلا همیشه وقتی خشم داره به طرف خیلی هم فوش میده، ولی اینجا بیشتر غمه، حتی تو صداش هم غمه رو احساس میکنی. بشه که با نه فاز غم میبری، یه کمی اینجا بمونی میگی واسم میمیری، یه کمی بشناسی منو بلیتام هم میگیری، یه کمی دم داری خب شب بوده بذار روز چه قشنگ سیبیلام هم میبینی. گفتش که دم داری؟ گفتش که یه کمی دم داری؟ خب شب بوده دم داری، مثلا منظورش اینه که انسان نیستی، مثلا جونوری هستی دم داری، یعنی یه ذره ذاتت خرابه. من اینجوری فکر میکنم و وگرنه دم هیچ چیز دیگه نمیتونه باشه. بعد گفتش که بذار یه ذره چی بگذاره سیبیلام هم میبینی؟ خب شب بوده بذار روز چه قشنگ سیبیلام هم میبینی. خوب سیبیلام هم میبینی منظورش چیه؟ خوب سیبیلام هم میبینی؟ حالا اینجا که میگه که خیلی منو خوب نشناختی، بذار یه ذره بگذره منو خوب میشناسی. سیبیل، خب سیبیلو هم آدم داره هم گربه داره دیگه چیه؟ من اینجا رو نفهمیدم، اینجا رو بنویسیم. ولی کلا فکر کنم منظورش این بودش که میگه که تو یه ذره خودت ذاتت خرابه و یه ذره جونوری، ولی بذار بگذره، تو هنوز منو نشناختی، اون وقت میفهمی که مثلا چی من از تو بدترم. میگم چه چیزایی آدمای این شهر حیوان و زامبی هم. آها ببین اینجا میگه که حیوان و زامبی هم، پس فکر کنم درست برداشت کردم. دقیقاً اونجا گفتش که دم داری منظورش اینه که حیوانی جونوری. اصاب خوردی و قهر هی تو رو زام دیدم، تو شبا دل خوره تو هوا مه پره، بگو این زمین زنجنده منو ول کنه. زمین زن این هم جز اون اصطلاحی که گفتم من واسه ویدیو درست کنم. زمین زن فلان تا حالا تو زندگیم نشده بودم. در مورد زمین همه چی میگن غیر از اینکه زمین زن داشته باشه بعد زنش خراب باشه. اینا رو از کجاش در میاره؟ من از این بازی خستم، من دیگه بستم، من یه عمر تنهایی هستم، اما من دیگه خستم. با همون صدای گرفته میخونه که اون حس خستگی و تنفر و دلزدگی رو منتقل کنه. من از این بازی خستم، من دیگه بستم، من یه عمر تنهایی هستم، اما من دیگه خستم. تمام قشنگی این آهنگ به اون ویولون کسراه. واقعا حیف نبود کسرا از بند گذاشتش بیرون، واقعا حیف نبود. کی قشنگ‌تر از کسرا میزنه؟ من خیلی ویولون زدن کسرا رو دوست دارم. حالا مجتبی اسدپور که پیانو زدنش خیلی عالیه، خیلی خوب میزنه کسرا واقعا. امیدوارم کسرا برگرده به بند، حالا نه فقط بند، برای موزیکاش هم همینطور. سکوت بیس مصطفی زنده دلان. حلال خیلی هم آشیدات. سکوت چه
جمله قشنگی گفت. سکوت خیلی وقتا حلال خیلی از مشکلاته. یعنی دیگه یه جایی میرسی که اصلا دیگه نمیتونی مشکل با حرف زدن حلش کنی، بهتره که سکوت کنی. یعنی که صورت مسئله رو پاک کنی. سکوت. اینجا که میگه سکوت، بعد دقت کنین موزیک هم خیلی خالی میشه. بیکاری، بی هدفی، به درد بخور نبودن باعث میشه زندگیت بورینگ شه. زندگیت که بورینگ شد، خودت هم آدم بورینگی میشی. آدم بورینگو بالاخره ازش خسته میشن. باید یه هنری، خاصیتی، مهارتی، یه چیزی داشته باشی. دقیقاً صدا همون صدا اون پسر از الو بیبی چطوری. اینجا خیلی صدا بم بود ولی خیلی جمله خوبی گفت. کلا این آهنگ خیلی فردیه دیگه، میگم در مورد روابط فردی. اصلا اینجا هیچ مسئله اجتماعی مثل آهنگ من سه ندیدم. جمله خیلی خوبی گفتش واقعا. یه فرقی با حیوان نداری، تازه خیلی از اون حیوان هنرمند به درد بخورن. راست میگه، گفت که فرق با حیوان نداری ولی حیوونا تازه بعضیشون خیلی هم هنرمند و به درد بخورن، تو از اون حیوونه هم کمتری. باید خارجی ها بهش میگن یوزفول، باید یوزفول باشی بگر نه هزمی. او مای گاد، یوزفول باید باشی. اینجا درس زبانم بچه داشتیم. من همیشه سعی کردم یوزفول باشم. میگه من همیشه سعی کردم یوزفول باشم. توی آهنگاشم واقعا سعی میکنه که درس بده. توی همه آهنگاش دقت کردم سعی میکنه یه درسی بده. حالا یا تو نریشنا یا کلا چیزی که داره میگه. مثلا الان اینجا داره میگه که آدم بیکار، علاف، به درد نخور، بی هنر فلان. این راست میگه من سعی کردم یوزفول باشم، واقعا توی آهنگاش هست. به درد بخور، به درد هم نمیخوریم، به درد من نمیخوری، به درد تو نمیخورم، بذار برو، بذار بی خود نذارم تو لیست انتظار تو رو. معلومه که یه لیست انتظار داره که یه عده توشن، ولی میگه که تو به درد نمیخوری، بذار تو رو تو این لیست نذارم. ویتینگ لیست داره. اگه دریایی منو تو آب نمک نذار برو، اگه دریایی منو تو آب نمک نذار برو. آها اون ویتینگ لیست داره، این یکی آب نمک داره. که من ماهی آب شیرینم، منو اشتباه نگیر یهو که میمیرم، منو یکی نکن با بقیه که من درست بیدینم ولی جای کسی زوری نمیشینم. نه گفتش که من درست بیدینم ولی جای کسی زوری نمیشینم. اتفاقا اونایی که دین دارن و خیلی یعنی دیندار الکی ها، اونا بیشتر همه چیزشون زوری و همه کاراشون زوریه. و یه چیز جالبی گفتش که من ماهی دریای شیرینم، اگه تو منو تو آب نمک بذاری من میمیرم، منو تو جای اشتباه نباید قرار بدی. من از همه جدا کلا با همه قهر، میتونی صدام کنی باشی ترین آدم شهر، تم زندگی از وقتی یادم زهر، همش ملخ چک و جونه ور تو با همه پرده ها کشیده من با خورشید طرفم، پرده ها کشیده من با خورشید طرفم. تو گرگ میگو پرده ها رو بکش کنار بذار نور بیاد تو. من با خورشید طرفم، انگار بهشت اونور من با چشمای خط، دهن خشک طرفم، هدفم انسانیت. چشمای خط و دهن خشک، مثلا وقتی آمفتامین و اینجور چیزا مصرف میکنن اینجوری میشن دیگه، دهن خیلی خشک میشه، همش آب میخواد و اینا. میگه بهش اون طرفه، من اینجا توی چیزا یه حال آمفتامینی هم. من با
با چشمای خط، دهن خشک این طرفم. هدفم انسانیته ولی منو بدون روزی 1000 بار کشتین هدفم. از این زمین کیری من پرم، بس وضع صورتم خرابه، باس واسه عکس پاسپورت گیریم هم کنن. چه جالب، واسه عکس پاسپورت گیریم هم کنن. فکر کنم برای اصلا یادم رفته بودش سفارت ایران، سر همین عکس پاسپورتش داستانی داشتش دیگه. گفته بودن که انقدر صورت تتو داره نمیتونستن عکس بگیرن واسه پاسپورت بذارن. بعد میگه که واسه عکس پاسپورت بعد گیریم هم بکنن. ولی خیلی خنده داره ها، یعنی دیگه همه میدونن این تتلوه، ولی سفارت میگه نه آقا ما چیز صورتت معلوم نیستش توی این نمیتونیم درست. خب یه دونه عکس قدیمیشو میذاشتین دیگه، فکر کنم مجبور شدن گیریمش بکنم واسه عکس پاسپورت. جالب بودش. من پرم، بس وضع صورتم خرابه، باس واسه عکس پاسپورت گیریم هم کنم. ولی جدی دارم فکر میکنم که چه داستان جالبیه. حالا ما ایرانی‌ها میشناسیمش، مثلا فکر کنم میخواد برای کشور دیگه، بعد طرف پاسپورت رو میگیره، این صورت رو نگاه میکنه میخواد تطابق بده دیگه، این بدبختی هنگ میکنه میگه که این چیه اون چیه. واقعا فکر کنم یه کشور دیگه بخواد بره جدی داستان داره ها. تا حالا اتفاق نیفتاده، صبر کنیم ببینیم اولین سفرش کشور دیگه میره، سر این جریان پاسپورت به داستان میخوره یا نه. من زین بازی خستم، من دیگه بستم، من یه عمر تنهایی هستم، اما من دیگه خستم. من زین بازی خستم، من دیگه بستم. چقدر دیگه از آهنگ مونده؟ این چیزو اینجوری که میخونه توی کورس، من صدای خودش رو، اون صدایی که باهاش آهنگایی مثل من باد قهرم و اینا رو میخونه، آهنگای 78 اون رو خیلی بیشتر دوست دارم. مثلا اینو خیلی حال نمیکنم، شما رو نمیدونم، ولی من ترجیح میدم همون صدای قبلی دوباره بشنوم. من یه عمر تنهایی هستم، اما من دیگه خستم. اینو من نمیگم، همه میگن، منم بارها گفتم بازم میگم، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، و اولین و آخرین و واقعی ترین خونه‌ای که داری بدنته، خودتی. چه قشنگ گفت، این چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، خانه بدنته. ما همیشه فکر می‌کردیم که منظورش از خانه این تو این ضرب المثل خونه و خانوادته، ولی میگه که اول خودت، اول بدنت، و میگه که خونه اول هر کسی بدنشه. هم میتونه منظورش جسمانی باشه، مثلا باید غذای درست بخوری، ورزش بکنی، اینا، هم روحی، یعنی که نباید به بدنت صدمه بزنی. بدنته، خودتی. پس چراغی که به من رواست به مسجد حرام است. من چون من هر چند هزار سال یه بار به وجود میام و مسجد و هر بنا ترش هر 6 ماه دونه. تو آهنگ منسه میگفتش که تو هر 9 ماه به دنیا از تو نچی هر 9 ماه یه دونه ساخته میشه، یه همچین چیزی. اینجا میگه که از مسجد و اینا هر 6 ماه. یه جورایی هم اینجا داره دین و اینا رو نقد میکنه دیگه، وگرنه میتونستش خیلی چیزای دیگر رو مثال بزنه، ولی دقیقا اینجا مثال بدن، خودش و مسجد رو مثال زد. خلاص هنوز میگم منسه 10 هیچ همه آهنگا رو میزنه. این آهنگ خیلی همش سعی کردش که در مورد رابطه با آدمای سمی و مریض درس بده و در مورد خودش هم داشت میگفتش. به نظر من منسه خیلی خفنه، یعنی واقعا هنوز هیچی جای منسه نیومده. تنها آهنگی که من میتونم با منسه مقایسه بکنم میخوامم خیلی قشنگه و حتما میخوامم تو این کانال میذاریم.
یه عالمه اسم آهنگ نوشتید. یکی از بچه‌ها نشد 450 500 تا آهنگ داره و روزی یه دونه هم بذاریم بیشتر از 1 سال طول میکشه. اونایی که خیلی بهتر و باحال‌تره اونا رو بنویسید با هم دیگه ریاکشن بکنیم. یادتون نره سابسکرایب بکنید و این کانال رو به دوستای تحت دلیلتون هم معرفی بکنین. مرسی ازتون و از این لایکاتون و قلب بهتون. خداحافظ.